دوستای عزیزم سلام. امروز با آموزش بافت یک کلاه تابستونی خیلی خوشگل در خدمتتون هستم که حالت آفتابگیر داره. برای بافتش میتونید از نخهای کاغذی یا رافیه تابیده استفاده کنید یا میتونید از نخهای بهاره هم استفاده کنید. نخهایی که درصد بالای کتان دارن، ظریف هستن و خنک هم میتونید برای بهار و تابستون ازشون استفاده کنید. چون که لبه کلاه ایستایی خیلی زیادی نداره و بلند نیست، به خاطر همین پس توی استفاده از نخ دستمون بازه و میتونیم نخهایی که در دسترسمون هست و مناسب بهار و تابستون هستن رو برای این کار استفاده کنیم. برای نخ کاغذی من از قلاب شماره 3.5 استفاده میکنم. حالا دیگه شما با هر نخی که میخواین ببافید متناسب با ضخامت نختون قلابتون رو انتخاب کنید. ممنونم که از آموزش حمایت میکنید و نظر قشنگتون رو واسم مینویسید. خب برای شروع من میخوام حلقه جادویی بزنم. نخ رو ببینید یک مقدار اضافه بذارید، دور انگشت وسطی تاب بدید و بعد قلاب رو برید داخل حلقه و یه نخ بگیرید از داخل حلقه خارج کنید و همینجا یه زنجیره میزنیم که حلقمون بسته بشه. حالا حلقه رو از داخل انگشتم خارج میکنم. میخوام بافتم رو با پای بلند انجام بدم، پس باید بیام 3 تا زنجیره بزنم. یکیش رو که زدم 2 تا دیگه هم میزنم به این شکل. ببینید شد 3 تا زنجیره. نخ رو میندازم دور قلاب و داخل حلقه پایه بلند میبافم. بافت با نخ کاغذی یک مقدار دست رو اذیت میکنه. شما برای اینکه راحت باشید باید خیلی با آرامش و با حوصله این کار رو انجام بدید. اگر بخواید عجله‌ای ببافید هم دستتون زخم ممکنه بشه و همین که بافت براتون خسته کننده بشه. پس سعی کنید که یه بافت لذت بخشی رو داشته باشید. خب داخل حلقمون ما 12 تا پایه بلند میزنیم. یکیش که این 3 زنجیره اول کار بود، 12 تا دیگه هم پایه بلند میبافم که بشه 12 تا. ببینید به این شکل پایه بلند میبافم. این نخ رو یکم میکشم که حلقه بسته تر بشه و بتونم راحت تر داخلش بافت انجام بدم. خب من داخل حلقم پایه بلند هامو میبافم. خب بعد از اینکه پایه بلند هام رو بافتم این نخ رو آروم میکشم که حلقه بسته بشه. دستتون میذارید وسط باف و آروم اینو بکشید که نختون پاره نشه. ببینید که حلقه کاملا بسته بشه. خب بعد میام روی 3مین زنجیره که اینجا زده بودم، ببینید 1 2 3 روی 3مین زنجیره قلاب رو میبرم داخل، یه نخ میگیرم و به این شکل بست میزنم. هر رجی که باف رو انجام بدین باید با دستتون مرتبش کنین برای اینکه بعد از اینکه کارتون تموم میشه ببینید حلقه وسط کاملا بسته شد. یه بافت تمیز و مرتبی داشته باشین. پس هر رجی که میبافید با نخ کاغذی باید باف رو با دستتون ببینید مرتبش کنید و بهش فرم بدین که یه بافت تمیزی داشته باشه. حالا میریم برای رج بعدی. همین جایی که هستم دوباره میام یه زنجیره میزنم. این نخ اضافه رو برای اینکه گیر بدم لای بافتم دیگه در نیاد، نخ رو میندازم دور بافتم، یه زنجیره دیگه دوباره نخ رو ببینید اینجا میندازم دوره این نخی که دارم باهاش میبافم و 3 تا زنجیری که میزنم این نخ رو مرتب تاب میدم دور بافتم. پس این نخ رو آوردم با خودم به سمت بالا. بعد میام نخ رو میندازم دور قلاب توی فضای بین پایه‌ها. یعنی الان همین جایی که هستم میام بین این 3 تا زنجیری که زده بودم و پایه اولم یک پایه بلند میبافم. این شد 2 تا. بعد میام توی فضای بعدی. ببینید پس روی پایه هام نمیبافم و بین پایه ها، بین این پایه دوم و پایه سوم این فضا رو میبینید. اینجا میام 2 تا پایه بلند میبافم. 1 اینم 2. دوباره به همین شکل تا انتهای رج هر بار بین پایه ها این باف رو انجام میدم. این نخ اضافه رو میذارم که بره داخل بافتم. این رج تعداد پایه های من باید بشه 24 تا. پس به این شکل تا انتهای رج من بین پایه هام هر بار میام 2 تا پایه بلند میبافم. خب بعد از اینکه 24 تا پایه بلندم رو بافتم دوباره میام به اینجا 3مین زنجیره که زده بودم در شروع رج بست میزنم. به این شکل ببینید بافتمون جمع میشه. باف رو با دستتون قشنگ صاف کنید و باز کنید تا مرتب بشه. خب میریم برای رج بعدی. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 نخ رو میندازم دور قلاب. نگاه کنید اینجایی که 3 تا زنجیرم رو زده بودم تو فضای کنارش، یعنی اینجا میام 2 تا پایه بلند میبافم. این 1 اینم 2 که در واقع با اون 3 تا زنجیره بشه 3 پایه بلند. به این شکل.
بعد میام این دو تا پایه‌ای که اینجا به صورت جفت بافته بودم رو رد میکنم، میام توی فضای بین، ببینید الان این رج میکنم بین پایه ها، یعنی بین جفت پایه ها. این یه پایه جفتم میام بعدش، دوباره این پایه جفتم میام بعد از اون. توی هر فضا 3 تا پایه بلند میبافم. پس الان این دو تا پایه رو رد کردم که جفت بودن، توی فضای بعدش میام 3 تا پایه بلند میبافم. این 2 و اینم 3. دوباره میام این دو تا پایه جفت رو که کنار هم بافته بودم جا میذارم، این جفتم رو میام اینجا توی این فضای بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. پس هر بار یک جفت از پایه هام رو جا میذارم، جفتی که رج قبل بافته بودم، و بعد از اون توی فضای خالی کنارش ببینید 3 پایه بلند. الان دوباره این دو تا پایه رو جا میذارم، میام توی این فضای وسط اینجا 3 پایه بلند رو میبافم و تا انتهای رج این کار رو تکرار میکنم. حالا از رج بعدی که رج 4 میشه، باف به همین صورت تکرار میشه. تنها تفاوتش اینه که ما باید بیایم توی این فضاها 4 تا پایه ببافیم. رج 5 5 تا پایه میبافیم، رج 6 6 تا پایه میبافیم. پس این رو تا رج 6 به همین شکل تکرار میکنیم در فضای بین پایه ها. ببینید این 3 تا پایه که یک جا بافتم، بعدا میام توی فضای کنارش 4 تا پایه میبافم. رج بعد دسته 4 تایی پایه ها رو جا میذارم، توی فضای کنارش 5 تا پایه میبافم و به همین ترتیب تا به 6 پایه برسم. من بقیه باف رو با کانوا انجام دادم که سریعتر بافته بشه. هم گفتم شما میتونید از کانواهای بهار استفاده کنید برای بافت این کلاه. تا 6 پایه بلند بافتش رو انجام دادم. الان میخوام برم برای بافت رج بعدی. توی رج بعدی ببینید الان رج 1 2 3 4 5 6 رج 7 هستیم. توی رج بعدی میخوام بیام توی این فضای وسط و بین این پایه ها پایه بلند ببافم. برای شروع رجم هم میتونیم 3 زنجیره بزنیم، هم میتونید یکم نختون رو بکشید، یه پایه کوتاه و همراه یک زنجیره بزنید، این میشه یک پایه بلندمون. پس هم میتونید این رو بزنید، هم همون 3 زنجیره. میام 3 تا پایه بلند اینجا میبافم، این 2 و این 3. خب بعد میام دوباره نخ رو می‌ذارم دور قلاب بین این 6 تا پایه. نگاه کن، یعنی 3 تاش رو میذارم کنار وسط این پایه ها، بین پایه سوم و 4 اینجا هم 3 تا پایه میبافم، 1 2 و اینم 3 و به همین ترتیب تا انتهای رج این باف رو تکرار میکنم. دوباره میرسم توی این فضای وسط بین 6 پایه ها 3 تا پایه بلند و وسط خود 6 پایه هم، یعنی بین 3 پایه اول و 3 پایه دوم، میبینید این وسط این 3 تا رو میدم این طرف، این 3 تا هم این طرف، این وسط دوباره میام 3 تا پایه بلند میبافم و تا انتهای رج باف رو به همین شکل تکرار میکنم. 1 2 3. الان 3 پایه بعدی رو باید این وسط ببافم. پس من باف رو به همین صورت تا انتهای رج ادامه میدم. خب من این رج رو هم بافتش رو انجام دادم، اومدم بین همه اینا 3 پایه زدم. به انتهای رج که میرسم دوباره میام روی اولین پایه‌ای که زده بودم که اینجا میشه این زنجیره، قلاب رو میبرم داخل و یک پایه بست میزنم. خب حالا این رج میام بین 3 پایه ها، یعنی تو فضای خالی 4 پایه میبافم. پس میام اینجا اولین پایه‌ام رو میبافم، پایه اولم میشه. بعد توی همین فضا 3 تا پایه بلند دیگه هم میبافم، این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا، بعد کلا بشه 4 پایه. دوباره میرم تو فضای بعدی، اونجا هم 4 پایه و توی تمام فضاهای خالی، یعنی فضایی که بین 3 پایه هم هست 4 پایه رو میبافم. این رج 4 پایه رو باید 2 بار تکرار کنید، ببینید به این شکل. و الان دوباره رج بعدی هم که برمیگردم میرسم به انتهای رج میخوام ببافم، باید بیام توی این فضاهای خالی 4 پایه ببافم که به همین شکل. پس این دو رج 4 پایه رو میبافیم. تعداد پایه ها میشه 96 اگر خواستیم بشمارید. ببینید این فضاهای خالی 12 تاست، ما 12 تا 4 تا باید ببافیم که میشه 96 تا. دو رج این رج 4 پایه رو تکرار میکنم. خب من اومدم دو رج دیگه 4 پایه رو هم انجام دادم. میام یه اندازه میگیرم، ببین شما برای اندازه دور سرتون رو بگیرید، تقسیم بر 3 × 14 بکنید اگر این قطری که اندازه میگیرید.
الان از من 16 سانته. خب به اندازه‌ای هست که در آوردید که دیگه این رجی که من میبافم رو نبافید. ولی اگر هنوز اندازه نشده این رج رو ببافید. اما برای بزرگسال که میخوایم ببافیم باید داره بین 17 تا 18 سانته. همونطور گفتم اندازه گیری کنین که مشکل بعد پیشتر تنگ و گشاد نباشه. ولی برای بچه‌ها بخوایم ببافیم ممکنه این اندازه کافی شده باشه. پس حالا من یه رج دیگه میبافم تا این به اندازه 17.5 تا 18 سانت برسه و بعد میریم برای بافت دیواره. خب میریم برای رج 10. پس ببینید من 2 رج این 4 پایه رو بافتم. اینجا اومدم 4 تا پایه زدم، اینجا هم 4 تا پایه، فقط توی فضاهای بین دست پایه‌ام. حالا میرم برای رج 10 میام اولین پایه‌ام رو میبافم توی این فضای خالی، یک پایه بلند. همینجا 2 تا پایه دیگه هم میبافم که بشه 3 تا. این 2 تا و اینم 3 تا. پس اینجا شد 3 پایه بلند. حالا میام این فضا رو رد میکنم، این 4 پایه رو میام توی فضای بعدی مجددا 3 پایه بلند میبافم. این 2 تا نه 3 تا. خب حالا اینجا دقت کنین. خب بعد از که 2 تا 3 پایه اومدم بین 4 پایه هام بافتم، وسط این 4 پایه ببینید، یعنی 2 تا این طرف 2 تا این طرف، وسط این 4 پایه هم میام یه 3 پایه میبافم. 1 2 و اینم 3. پس من روی اولی وسط دسته اولی نبافتم، روی دومی بافتم. دوباره توی فضای بینشون میام 3 پایه رو میبافم. یعنی تا آخر رج بافت به این شکلی که ما همیشه بین دسته های 4 تاییمون 3 پایه رو داریم. توی این فضاهای خالی نگاه کنید، توی این فضاهای خالی بین 4 پایه ها 3 پایه رو داریم. این همیشه ثابته. ولی این که وسط 4 پایه ها ببافیم به صورت یکی در میاد. الان قبلی رو بافتم، این یکی رو نمیبافم، میرم دوباره توی فضای بعدی 3 پایه رو میبافم. 2 و اینم 3. خب حالا به این 4 پایه که میرسم توی قبلی نبافتم، اینجا باید بیام بافت 3 پایه داشته باشم وسط این 4 پایه، یعنی اینجا میام 3 پایه بلندم رو میبافم. پس تا آخر رج به همین شکل تکرار میشه. 3 پایه هایی که بین 4 پایه ها میبافیم همیشه ثابته. ولی توی فضای وسط 4 پایه ها، یعنی 2 تا پایه این طرف 2 تا پایه اون طرف، به صورت یکی در میون. اینجا بافتم، اینجا نبافتم، اینجا بافتم، الان اینجا نمیبافم. ولی توی این فضاهای بینشون بافت 3 پایه رو ادامه میدم. پس این رج رو هم تا انتها میبافم و بعد میبینیم برای بافت دیواره. خب من اومدم این رج رو هم بافتم. الان میبینید که اندازه قطرش رو براتون میگیرم. ببینید این شده 18 سانت. خب 18 سانت برای دور سر تقریبا 57 سانت اوکیه. پس دیگه شما متناسب با اندازه دور سرتون میتونید این رج رو ببافین یا این رج رو نبافین. اگر خواستین یه رج بیشتر هم بازم ادامه بدید، بیاین توی این فضاهای خالی همش این رج 4 پایه ببافید. یعنی فقط ببینید دیگه توی هر فضای خالی بین دست پایه هامون پایه‌های 4 تایی ببافید. خب میریم برای بافت دیواره. حالا از این رج بعد که می‌خوایم دیواره رو ببافیم دیگه افزایش نداریم، یعنی دیگه میایم پایه هام رو ثابت 3 تایی میبافم. مال من چون دست پایه هام 3 تایی بوده، اگر شما یه رج بیشتر بافته بودین به 4 تا رسیده بودین دیگه از اونجا همه پایه هاتون رو 4 تایی ببافید. پس از همین شروع رج میام 3 تا پایه توی این فضا میزنم، دوباره میرم توی فضای بعدی هم به همین شکل. اگر یه رج کمترم بودین، یعنی این رج رو نبافتین تا اینجا که بافتین به اندازه دور سرتون رسیده بود، بیاین توی همه این رج ها بافت 4 پایه رو انجام بدین. یعنی توی همه فاصله ها دیگه بین 4 پایه ها نبافین، فقط توی این فضاهای خالی بیاین 4 پایه ببافید. حالا من چون که اینجا 3 پایه بافته بودم میام توی تمام این فضاهای خالی 3 پایه میبافم. پس شما باید متناسب با اندازه دور سرتون تنظیم کنین و برای دیواری که میخوایم ببافید دیگه پایه ها ثابته، دیگه پایه اضافه نمی کنی. توی همه فضاهای خالی 3 پایه می بافی به این شکل. حالا من حدوداً 10-11 رج این بافت 3 پایه رو انجام میدم تا به اون بلندی که میخوام برسه. بلندی هم بازم سلیقه‌ای، شما میتونید تا بالای گوشتون ببافید، میتونید یکم بیاد روی گوشتون وسط گوش قرار بگیره. بلندی دیواری هم وقتی روی سرتون میذارید امتحانش کنید. اگر دوست داشتید بالای گوش باشه وقتی اونجا رسید، اگر دوست داشتید یکم بلندتر باشه تا وسط گوش، دیگه پایین‌تر نگیرید.
این بافت دیواره رو ادامه میدیم. پس چند رج؟ الان ببینید من رج 11 حالا فکر کنم تا رج 20 این بافت رو ادامه میدم تا به اون بلندی که میخوام برسه. پس دیگه توی همه فضاهای خالیمون از اینجا تا اونجایی که میخوایم قد کارمون باشه فقط پایه ها رو ثابت میبافیم. من همه رو 3 پایه میبافم، هیچ پایه دیگه جای اضافه نمیکنم، فقط توی این فضاهای خالی تا به بلندی که میخوام برسه و بعد بریم برای بافت لبه کلاه. خب بعد از اینکه بلندی کلاهمون به اندازه مورد نظر رسید، تقریبا از این مرکز که اندازه گیری کنی تا اینجا حدودا 18 سانت برای بزرگساله، ولی این قابل تغییر. خب حالا بعد از اینکه بس من این رج ها رو بافتم، همونطور که میبینید من همه رو 3 پایه زدم از این جایی که اومدم تقسیم بندی کردم و یه 3 پایه این قبل از پایه هام و یکی وسط پایه هام زدم و این دیواره رو همه رو با 3 پایه بافتم. یک بار دیگه اینجا تکرار میکنم که اگر شما دیدین این رج رو لازم نیست ببافید، یعنی بزرگ میشه برای دور سرتون، اگر بخواید این رج 4 پایه رو ببافید میتونید بیاین از همین آخرین رجی که بافته بودین 4 پایه بود، بیاین رج‌های بعدی که دیواره رو میخواید ببافید دیگه همه رو 4 پایه ببافید واسه دیوارتون و دیگه هیچ کاهش و افزایشی ندید. ولی من چون اومدم این رج 3 پایه رو بافتم، ببینید اینجایی که بین 4 پایه ها میمدم 3 پایه میبافتم و بعدش هم همینطور به صورت یکی در میاد، اومدم این رج رو بافتم تا قطرش به اندازه دور سر رسید. رج بعدی برای دیوار 3 پایه بافتم، همه رو 3 پایه بافتم تا به بلندی مد نظرم رسیده. حالا اینجا میخوایم بریم لبه کلاهمون رو ببافیم، حدودا 3 رج، حالا میتونید تا 4 رج هم بافتش رو انجام بدید. میایم بافت رو به این شکل انجام میدیم که پایه اول رو میبافم. این فضا من باید 4 تا پایه بلند داشته باشم. ببینید اینجا 4 تا میبافم، توی بعدی 5 تا. به همین ترتیب تا انتهای رج یک بار 4 پایه بلند، یک بار 5 پایه بلند. 3 4 5. پس من تا 3 رج دیگه بافت رو به همین شکل، یعنی 4 پایه و 5 پایه. دوباره اینجا میام 4 پایه 2 3 و 4 و دوباره توی فضای بعدی 5 پایه. این رو من تا 3 رج ادامه میدم. رج آخر لبه بافت رو میام یه رج پایه کوتاه میبافم که یکم بافتم تمیزتر و منظم‌تر بشه و این حالت دالبرش کمتر بشه. ولی حالا اگه نخواستید میتونید نبافید، سلیقه‌ای. اگر خواستید پایه کوتاه ببافید بهتره با یه قلاب شماره بزرگتر ببافید. یعنی الان که دارم با 3 میبافم، بعد با 3 و نیم میام لبه کارو پایه کوتاه میزنم. پس دیگه نگاه کنید به همین ترتیب یک بار 4 پایه میبافیم، یک بار 5 پایه، 4 پایه 5 پایه، 4 پایه 5 پایه. رج بعدی هم به همین شکل 4 پایه 5 پایه و به همین صورت این رو 3 رج ادامه میدیم. پس یک بار 4 پایه بلند، یک بار 5 پایه بلند و این یه لبه خوبی رو به ما میده که با همین نخی هم که بافتیم ایستایی رو داره، یعنی لبش اون حالت آفتابگیر رو داره، سایه رو واسه ما ایجاد میکنه روی صورتمون و خیلی هم بلندش نمیکنیم که افتادگی پیدا کنه. اگر با نخ کاغذی میبافید میتونید لبه رو بلندتر کنید، ولی اگر از نخهای کتانی یا کاموهای معمولی استفاده میکنید دیگه بیشتر از 3 رج بهتره که ادامه ندید. پس من این رو 3 رج میبافم، یه رج انتهای کار میام روی هر کدوم از این گندمی ها با قلاب یه شماره بزرگتر پایه کوتاه میزنم و دیگه بافت کلاه هم تموم میشه. خب من 3 رج دیگه این 4 پایه و 5 پایه رو تکرار کردم. نگاه کنید توی این رج 4 پایه 5 پایه، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. پس 3 رج تکرارش کردم و الان ببینید این قسمت شده لبه کلاه من این اندازه شده. حالا پس شما اگر خواستید یه رج دیگه هم میتونید ادامه بدید. بعد میریم چیکار میکنیم؟ یه رج آخر کار هم پایه کوتاه میبافم لبه بافت که این دالبرهایی که لبه بافتم هست صاف بشه و مرتب‌تر کارم نشون داده بشه. خب میام همین جایی که هستم بستم رو زدم، یه زنجیره میزنم، میام روی هر کدوم از این گندمی های لبه باف یک پایه کوتاه میبافم. همونطور گفتم شماره قلابتون رو تغییر بدین و از شماره بزرگتر استفاده کنین و یا اینکه یکم شل ببافین که لبه بافتتون جمع نشه و تا انتهای رج باف رو به همین صورت ادامه میدم. ببینید چون که لبه کلاه زیاد بلند نیست، با نخ معمولی هم که ببافید این لبه اون ایستایی رو به شما میده. ولی اگه بخواید لبه رو بلندتر کنید یا باید از سیم استفاده کنید برای لبه کلاهتون و یا اینکه از نخ رافیا استفاده کنید. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. لطفا نظر قشنگتون رو برام بنویسید و منتظر آموزش‌های بعدی باشید.